به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه بلخی عریضه جوان 23 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که 1 فوریه سال 2023 شخصان نامعلوم به یگان اساس او را لطکوب نموده برای آشکارا از جیبش یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ آسی را تصرف نموده از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسانیده شده 1000 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 38 ساله ساکن همین نویه با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله یک در نویه فردوسی با عریضه مرد 42 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که ماه اکتبر سال 2022 هنگام در نزد بازار سخاوت پایتخت قرار داشتنش زن 55 و مرد 54 ساله ساکنان همین نویه با راه فریب به باوریش در اومده از او 567 کیلوگرم برنج را به مبلغ 127680 سومانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیدند. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه 5 با عریضه زن 26 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 3 فوریه سال 2023 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا 11000 سومانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 23 ساله ساکن امین نویه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه 5 عریضه جوان 22 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که شب 9 به 10 ینور سال 2023 شخصان نامعلوم با راه پنهانی از کارت بانکی اسپربانک که در تلفن موبیلیش پیوست شده است 37600 روبل روسیه‌اش را دزدیدند. ضرر رسانیده شده 5100 سومانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 36 ساله ساکن همین نویه دستگیر کرده شد. اوید به این حادثه ها پرونده‌های جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.